چرا اینقدر ما در زبان فارسی، من اینو میدونم که در یک دوره‌ای خب سخت‌ترین حروف، چون شبیه به اشکال هم بود، برای زبان چینیه. یعنی زبان چینی انقدر گسترده و انقدر بزرگ بود که یادگیریش خیلی سخت بود. در یک دوره‌ای اومدن دیدن که میخوان با دنیا مراوده داشته باشن، میخوان که زبان چینی یاد گرفته بشه. اینو میدونم که اومدن زبان رو سبکتر و چابکتر و محدودترش کردن که آموزش و یادگیریش برای کسایی که چینی نیستن خیلی راحت‌تر و بهتر بشه. آیا ما هم به این موضوع فکر میکنیم که زبان فارسی رو چابکتر بکنیم؟ چون مثلا این همه ز، این همه ر، د، مثلا سین، انواع اقسام سه ها، اینایی که تعداد زیاده و بچه‌ها هم عموما دچار مشکل میشن. یه ویدیو ببینیم با هم دیگه. یه سلامی هم بکنیم خدمت اون زبانشناس غیوری که با یه دونه حرف ز ری کارش را نیفتاد و 4 تا حرف ز عجیب و غریب اختراع کرد. ز ری، ز دی، ز دسته‌دار، ز بی دسته، ز با دسته، ز صابونی، ز شامپویی، ماه دستشویی. املا 6 شدم، 6. راحت شدی؟ یه سلام. اعصاب نداره. میگه املا 6 شدم. خب میدونید املا البته یه خاطره تلخ برای اکثر مردم ایرانه، به خاطر اینکه ببینید ماجرا اینجا اول اینکه جواب این پسر گلمون رو برم زبانشناس این حروف رو نساخته. این حروف در تاریخ کهن ما وارد شده. ببینید زبان فارسی از زبان‌های مختلفی وام گرفته، یک مقادیر قابل توجهی هم زبان عربی وام گرفته. بنابراین بسیاری از حروفی که بازتاب دهنده آواهای عربی هستن وارد زبان فارسی هم شده. اگر شما می‌بینید مثلا ما 3-4 جور حرف برای س داریم، 3-4 جور حرف برای ز داریم، دلیلش اینه که اینها عمدتاً واژه‌های وارداتی هستند. اما یه چیزی که میخوام خدمتتون بگم، این فقط مشکل زبان فارسی نیست. هر کسی که اینجا فرانسه بلده میدونه که املای فرانسه چقدر دشواره. یعنی گاهی وقتا جناب خان عزیزم بلده آخر کلمات چند تا حرف نمیخونن، اصلا نمیخونن. بله. حالا دلیلش چیه؟ شما ممکنه از خودتون بپرسین پس چرا انقدر مینویسن؟ چرا خودشون اذیت میکنن؟ ما چه اصراری داریم وقتی که خواهر خونده میشه با واو مینویسیمش؟ دلیلش یه چیزیه که تو زبان شناسی بهش میگن املای تاریخی. یعنی واقعا یه زمانی خواهر تلفظ می شده، آروم آروم در گذر زمان شده خواهر، ولی چون که اصولا نوشتار یک پدیده خیلی محافظه کاره، اون خودشو حفظ کرده ولی تلفظها تغییر کرده. مثلا شما ببینید، مثلا جناب خان عزیزم شما میفرمایید نلبکی، ولی می‌نویسید نعلبکی، درسته؟ یا مثلا فرض بفرمایید که ما میگیم که متشکرم، اما نسل زد می‌نویسن متشکرم، با چه می‌نویسنش؟ دلیلش اینه که گونه تلفظی هر کلمه‌ای الزاماً همون جور نوشته نمیشه. خط محافظه کاره، الگوی خودش رو حفظ میکنه، الگوی کهن خودش رو حفظ ولی الان موضوعی که به وجود اومده اینه که نسل جدید ما در نوشتنشون 2 تا مشکل اساسی الان وجود داره. یک که عموما همش با کلمات انگلیسی فارسی می‌نویسن که معروف مصطلح بهش میگن فینگلیش. این یه موضوع اساسیه که به نظرم اصلا خوب نیست. و دومین موضوع هم اینه که با هر کدوم از حروفی که راحت ترن و دوست دارن می‌نویسن. یه چیز عجیب ترم اینه که تمام کسر اضافه رو با ه می‌نویسن. مثلا کتاب دوست خوبم میشه کتاب دوست خوبم، که اتفاقا یکی از دانشجوهای خودم که خیلی اصرار داشت گفتش این کجاش ایراد داره؟ گفتم فرض کن اسمت چیه؟ گفت حمید آزاد. گفتم خب این اسم تو پس میشه حمیده آزاده. اگه بخوای اینجوری بنویسی اصلا جنسیت تغییر میکنه. آره کاملا. یعنی میدونید ما نمیتونیم خط و هر جوری دلمون میخواد تغییر بدیم و بگیریم. خط یک میراث ملیه، یک ملک مشاعه. ما اجازه نداریم اون چیزی که مال خودمون فقط نیست و اونجوری که دلمون میخواد دست کنیم.